الأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا على أحسن حال. اللهم صل على فاطمة وعليها وجعلها وبهيها. نريد همه شما همراهان عزیز طبیب الخطر به خصوص به خانواده‌های معظم و معزز شهیدان آرزومند که خداوند صبر بده و اجر بده و شنواختگان رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. السلام علیکم الأول. السلام علیکم. توضیحات همه رو از خداوند متعال مسئلت کنم و سال مبارکی برای ملت ایران بشه با اتحاد کامل و با وحدت انشاءالله این سال رو آغاز کنیم و پیش ببریم تا آخر سال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبوری و عشق بود و امید. بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت. دلم گرفته با این حال